مامان فردا امتحان ریاضی داریم. ای خب برو گم شو درس بخون، چرا اینجا وایسادی؟ بعد 20 بشین ها. فردا بارش برف سنگینی رو در پیش داریم و به خاطر خطر سقوط شهاب سنگ مدارس مناطق 1 تا 5 تعطیل نمی باشد. منتظر بودی بگم تعطیله؟ بیا پاشو جمع کن برو مدرسه. چه معنی میده؟ پاشو جمع کن. مامان فردا برف و کولاکه. اشکال نداره مادر، 2 تا کاپشن بپوش، قایق برات درست میکنم تا مدرسه پارو بزنی. شهاب میخواد بیاد. مادر بی محلش کن، خودش میاد سمتت. به این پسر اثر رو ندی ها. شهاب سنگ. من دارم با رفیقم میرم بیرون، یاد نره حاضری بزنی ها. باشه برو. حاضر. چه دودی ناموسا اینجا رو برداشته حاجی. هاشم دودی. ببینم تو مگه امتحان قرآن نداری امروز؟ چرا؟ مامانم داره تو خونه به جای من امتحان میده. یه تقلید صدایی داره که نگو. گفتی مامان، واقعا مامان خوبی داری. بسم الله الرحمن الرحیم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض له الملک